دوستان عزیز، مکس امینی هستم. خواستم این لحظه رو استفاده کنم تبریک بگم از صمیم قلب که تیم ملی ایران چنان برنده شد در مقابل کره جنوبی که اصلا این کره جنوبی الان رو نقشه نگاه کنین رفته بیشتر به طرف جنوب. هر کسی راجع به ایران بد بگه، ببینید نتیجه گیری شد که حتما بازنده دنیا خواهد بود و ماشاءالله این مربی جدید آقای کیروش اصلا خوش آمد، راه افتاده ها. دیدی اصلا بچه راه افتاده، سریع اومده تهران، دو روزه سریع شوت گفتی بیا جلو ببینم. ماشاءالله ببین آقای کیروش. به هر صورت برزیل سلام، ما داریم میایم. حالا انشالله این آقای کیروش دوباره یه کارایی بکنه که ما در من اگه کسی میشناسه کیروش پیغام منو برسونه. این یه مسئله دفاعی ما میتونیم انجام بدیم. در برزیل 11 نفر همه تو دروازه وایسن، 11 نفر اصلا بلاک اینطوری وایسن. چی کار میخوام بکنن ها؟ اینو راجعش فکر نکرده بود اینا. حالا به هر صورت قربون همتون برم، خیلی خوشحالم. ان شاءالله که همیشه شما ایرانی‌ها شاد در همه جای دنیا خوش باشین و دوباره تبریک میگم. قربونتون برم. خداحافظ.